سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 22 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پوتین و بانک رفت و استقلال دنیتسک و لوگانسک را به رسمیت شناخت. سفیر امریکا پوتین دعوای همه زمین‌های امپرای روسیه از جمله دعوای خاک تاجیکستان را دارد. قرقیزستان هر روز خدمت حربی در بادکند را 2 روز حساب می کند. هلاکت یکی از زخمیان ترکیش و سوختار در قبادیان. 10 میلیونر از آسیای مرکزی در تحقیقات اسرار بانک شویتزاریا. قهرمان دوران ما عدالت رحمانووا به سن 75 رسید. خطر ترمای و سنگریزی در راههای کوهستان تا پایان فوریه باقی میماند. اوباشی در داخل مرکز دلخوشی پنجشیر. و اکنون تفصیلات خبرها. نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت روسیه با اعتراف به نام جمهوری‌های دنیتسک و لوگانسک به یگان دلیل به استقلالیت و یکپارچگی اوکراین تجاوز کرد. توماس گرینفیلد معتقد است که پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین دعوای دیگرباره زیر چتر مسکو جمع آوردن تمام سرزمین‌های سابق امپرای روسیه را در سر دارد. پرزیدنت پوتین ادعا دارد که روسیه امروز به تمام قلمرو امپریای روسیه حق کامل دارد. آن امپریایی که تا اتحاد شوروی انو 100 سال پیش وجود داشت. حضور داشت دیپلمات امریکایی. این تمام قلمرو اوکراین، فنلاندیا و بلاروس را در بر میگیرد. گرجستان، مولداوا و قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در بر میگیرد. لیتوا، لاتویا و استونیا را هم، این همچنین یک قسم پولش و ترکیه را هم در بر میگیرد. نقل قول کرده است از توماس گرینفیلد خبرگزاری های رسمی روسیه تاس. عملا افزود خانم توماس گرینفیلد پوتین میخواهد که جهان باقی به دوران برگردد که سازمان ملل هنوز وجود نداشت و جهان را امپریاها اداره میکردند، ولی حدود سال 2022 است، سال 1919 نیست و جهان خیلی پیشتر رفته است. سازمان ملل در زمینه رهایی کشورها از مستملکه‌داری بنا شده بود، نه برای دوباره به مستملکه تبدیل دادن آنها. سفیر امریکا عقیده های مسکو را فلاکتبار نامیده گفت پیامدهای آن در پهنای خیلی فراتر از اوکراین احساس خواهند شد. او گفت روسیه با رفتار خود معیارهای اصلی حقوق بین المللی و آیین‌نامه سازمان ملل را به چالش کشیده است. او خبر داد که امریکا علیه روز 22 فوریه به ضد روسیه سنگین‌ترین تحریمات جاری خواهد کرد. یادآور می‌شویم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هنگام پخش مستقیم تلویزیونی فرمانها درباره به رسمیت شناختن استقلالیت لوگانسک و دنیتسک اوکراین، 2 منطقه تحت نظارت جدایی خواهانه زیر حمایت مسکو را امضا کرد. پوتین در پیامش بار دیگر اوکراین را یک دولت بارای سنی از جانب اساسگذار SSSR ولادیمیر لنین ساخته شده نامیده و گفت اوکراین را یک رژیم لخته که تحت نظارت قدرت‌های غربی و اولیگارخ‌های محلی اداره می‌کنند. جالب آن است که برخی رهبران اول روسیه تا ملاقات با پوتین حتی نمی‌دانستند که مقصد او چیست. برای مثال سرگئی نریشکین در اول حتی گفت از همراه کردن لوگانسک و دنیتسک به قلمرو روسیه پشتیبانی می‌کند. پوتین مجبور شد او را اصلاح کند که سخن تنها درباره به رسمیت شناختن آنها می‌رود. مقامات قرقیزستان عروض خدمت حربی در ولایت با تاجیکستان هممرز بادکند را 2 روز حساب می‌کنند. ظاهراً هدف از این اقدام جلب اختیاران برای ادای خدمت در این منطقه پرنزاع در مرز قرقیزستان با تاجیکستان است. رئیس کابینه وزیران قرقیزستان اوقلبک جابوروف روز 22 فوریه در جلسه سیار حکومتش در بادکند گفت قرار قبول کردیم که هر ماه خدمت در بادکند را 2 ماه حساب کنیم. رهبر حکومت قرقیزستان گفت سال 2021 برای ارتش این کشور یک سال پرچالش بود و در عین زمان سال تغییرات جدی بود. او گفت ای سال گذشته آنها برای نیروهای حربی خود ماشین‌های جنگی معاصر خریدند و از ماه سال 2021 معاش مرزبانها و حربیان را از 50 تا 70% بالا برده. از ماه ینور سال جاری معاش کارمندان MCS و دپارتمنت محافظت کموای را نیز 50-70% بالا بردند. ولایت بادکند این تنها مرکز مناقشه های مرزی نیست، بلکه سرزمین است که به مردم وطن دوستی
مردانگی و جسارت را تعلیم می‌دهد. بادکند این سرزمین استقلال سیاسی، حربی و اقتصادی ماست. این منطقه است که یک پارچگی جمهوری قرقیزستان را تجسم می‌کند. اظهار داشت عاقلبک جباروف. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی، از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه ها رخ می‌دهند. این مناقشه ها بعضاً به تیرپرانی ها می‌پیچند و باعث علاقت مردم از دو طرف می‌شوند. خونین‌ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند. خالیار نورماتوف، ساکن 41 ساله نویه قبادیان که یک روز پیش بر اثر ترکش و سوختار در نقطه فروش سوزشواری اوریونفت در کوچه اسماعیل سامانی این نویه جراحت برداشته بود، روز 22 فوریه در بیمارستان درگذشت. در این باره برای جای آزادی از حکومت نویه قبادیان خبر دادند. بر اثر ترکش و سوختار نقطه فروش سوزشواری در قبادیان 14 نفر جراحت برداشتند. خبرگزاری خاور خبر داد که 6 تن از زخمیان را که جراحتشان سبکتر بود علاقه از بیمارستان جواب دادند، ولی بقیه تحت طبابت باقی میمانند. شب گذشته معاون اول وزیر تندرستی غفور محسن زاده به نویه قبادیان آمده در بیمارستان با رفت طبابت آسیب دیدگان شناخته شده است و با آسیب دیدگان و نزدیکان آنها صحبت کرده است. رادیوی آزادی روی خط 13 زخمی این فلاکت در نویه قبادیان را نشر کرد و گفت وضع باز 2 نفر آنها وزنین گفته می شود. در بین آسیب دیده ها زنان نیز هستند. فخرالدین تقای مرادوف 22 ساله، پروینه زاکرova 22 ساله، ولیجان منگلیف 22 ساله، رجب مالایف 24 ساله، جمشید طلیبوف 25 ساله، الهام عمروف 27 ساله، طاهر اسماعیل زاده 30 ساله، مرجانه بیکنظرova 36 ساله، خورشید ارگاشف 39 ساله، دارینه 39 ساله، باطر تقای مرادوف 57 ساله، محرم جورایova 59 ساله، طاهر بردی مرادوف 64 ساله. مرکز مطبوعات کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که 21 فوریه سال 2022 ساعت 15:04 دقیقه در نقطه فروش سوزشواری شرکت اوریونفت واقع در کوچه اسماعیل سامانی نویه قبادیان ولایت ختلان در نتیجه ترکش ظرف نگهداری گاز مایع سوختار به عمل آمد. برای فرو نشاندن سوختار که مساحت 280 متر مربع را فرا گرفته بود، 6 ماشین سوختار خاموشکنی سفر کرده شد. در نتیجه این فلاکت 14 نفر مجروح شده، 7 نقلیات سبکرو ضرر دید و همچنین 2 چاروای کلان شاخدار تلف یافت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در پی رسانه‌ای شدن رویخط مشتریان بانک معروف شویتزاریا کردیت سوئیس معلوم شد که در قطار مشتریان میلیونر این بانک 10 نفرش از آسیای مرکزی بودند، 4 نفر از ازبکستان، 3 نفر از قزاقستان، 2 نفر از قرقیزستان و 1 نفر از تاجیکستان. از گزارش تحقیقات اسرار کردیت سوئیس که روز 20 فوریه از جانب مرکز تحقیقات کروپسیا و جنایت‌های متشکلانه نشر شد، برمی‌آید که اکثر این میلیونرهای آسیای مرکزی یا منصبداران دولتی اند و یا خویش و تبار نزدیک منصبداران، همسر، داماد، خاله، خواهر. تنها 1 نفر از این میلیونرها نزدیکی به منصبداران نداشته، تنها افاتریت عالمی جنایی بوده است. تاجیکستان را علاقه گفتیم که 1 میلیونرش رئیس سابق ولایت سوخت قاسم راهبر به این روی خط افتاده است. او در این بانک نزدیک 9 میلیون فرانک یا 9 میلیون و 650 هزار دلار پسنداز داشته است. اما حالا ببینیم که از کشورهای دیگر منطقه که ها در این بانک پول داشتند. از ازبکستان 4 نفر، گلرخ تلویوا در حسابش 2277 میلیون فرانک شویساری یا تقریبا 12.4 میلیون دلار داشته است. او خاله تیمور تلویف، شوهر لولا کریمووا، دختر خرده پرزیدنت یکم ازبکستان اسلام کریموف است. ایگر شپلیوف 12.8 میلیون فرانک شویساری، بیش از 3 میلیون دلار. شپلیوف بیش از
20 سال دبیر کل فدراسیون تنیس ازبکستان بود و سال 2005 برای نمایش جسارت در حمایت از منفعت‌های ملی با اردن دوستی سرفراز گردانیده شد. در فرمانش گفته میشد که شپلیوف افسر اسمب خدمات امنیت ملی است. رانا رحمتووا 945,000 فرانک شویتزاری، بیش از $1,000,000. رحمتووا همسر معاون اول سروزیر ازبکستان اوچلبوی رحمتوف است که قبلا وزیر نقلیات و رهبر شرکت روی او هم بود. رانا رحمتووا بعد شروع تحقیق فعالیت‌های شرکتش با گمان شستشوی پول حسابش را در کردیت سوئیس بست. سعادت نورزیویوا بیش از 1.8 میلیارد فرانک شویتزاری یا $2 میلیارد. سعادت نورزیویوا اکوشر گینکولوگ و خواهر اولیگارخ مشهور علیشیر عثمانوف است. از قزاقستان 3 نفر: تیمور قلیبویف 844 میلیون فرانک شویتزاری یا $920 میلیون. قلیبویف شوهر دینورا دختر پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف بوده یکی از بویترین آدمان در این کشور به شمار می رود. دوریغا نظربایف و دختر کلونی نظربایف 21.6 میلیون فرانک شویتزاری یا بیش از $23.5 میلیون. انو سال 2013 مجله فوربس دارایی‌های دوریغا نظربایف را $595 میلیون برآورد کرد و او را بر روی خط 50 آدم بویترین قزاقستان شامل کرده بود. نادژدا توقایوا 1.5 میلیون فرانک شویتزاری یا $1.6 میلیون. او همسر سابق پرزیدنت کنونی قزاقستان قاسم جمارت توقایوا است. نادژدا توقایوا این حساب را زمانی کشید که شوهرش وزیر خارجه و سپس سروزیر بود. پسر آنها تیمور توقایف در یک مکتب معتبر در شویتزاری تحصیل کرده است و بنا به اسنادهای ماه ینور سال 2022 او در این کشور 3 منزل دارد. از قرقیزستان 2 نفر: ناتالیا قرمانالیوا 1.4 میلیون فرانک شویتزاری یا $1.5 میلیون. او همسر سابق قپر قرمانالیف رهبر سابق وزارت معدن‌های طبیعی و اگنتی دولتی گیالوگ و معدن‌های طبیعی قرقیزستان است. قرمانالیف بعد انقلاب سال 2010 از قرقیزستان فرار کرد و با جرم کروپسیا توسط اینترپل جستجو می شود. وی سال 2014 در غیبش به 12 سال زندان محکوم شد. قرمانالیف حالا در لاتویا به سر میبرد. او به مؤلفان گزارش گفت از ناتالیا قرمانالیوا سال 2005 جدا شده بود و به حساب همسر سابقش در بانک شویتزاری یگان ربط ندارد. عظیم روی 10.7 میلیون فرانک شویتزاری یا $11.6 میلیون. این تاجر و افریتیت عالم جنویی که با نامهای روی سید عظیموف و آرزخون سید عظیموف هم شناخته می شود در زمان شوروی 7 سال در محبس بود. او بعدا به امریکا رفت ولی در آنجا نیز به دلیل نشان ندادن داغ سودیش به خلابی عیبدار شد. عظیم روی قبل از کوچیدنش در شعبه سرمایه گذاری کردیت سوئیس سرمایه گذاشت. این سرمایه در 3 سال اول به وی $567,000 فایده آورده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 22 فوریه خبر داد که بنا به معلومات آب و هواشناسان تا آخر ماه فوریه سال 2022 در نواحی کوهستان کشور از جمله در ناحیه‌های کوهی توبه جمهوری، ولایت ختلان، سوخت و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان احتمال لغزش ترمه و سنگریزی وجود دارد. به این دلیل گفته می شود در اطلاعیه نجات‌دهندگان این کمیته نوبتداری شبانه روزی را در راه‌های اساسی کوهی کشور دوشنبه ورزاب عینی و دوشنبه ونج ادامه می‌دهند. در رابطه با خطر ترمه و سنگریزی‌های نو کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اهالی دعوت کرد که حدالامکان از سفر به منطقه‌های ترمه‌ریز، جمع‌آوری هیزم، چراندن چاروا و شکار در کوهسار خودداری نمایند. رانندگان هنگام حرکت در منطقه‌های کوهی باید قاعده‌های حرکت از جمله مسافه بین ماشین‌ها را رعایت کنند. گفته می شود در هشدار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده. عدالت رحمانووا یکی از سیاستمداران برجسته و در عین زمان ضد و نقیض تاجیکستان سالهای 90 22 فوریه سال 2022 به سن 75 رسید. عدالت رحمانووا 22 فوریه سال 1947 در دهه اترک نویه دنغره در اویله یک کلخوشی عادی به دنیا آمده. سال 1969 رشته خیمیا و بیولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. ماه مارس سال 1969 وقتی در سالهای آخر دانشگاه تحصیل میکرد به شریف جمایف زاده دهه درغ نویه عینی که 1 سال بالاتر از عدالت در رشته گیالوگ تحصیل میکرد
ازدواج کرد. از بس که شوهرش را برای کار به اکسپدیسیای گیالوگی به نویه واسه فرستادن عدالت رحمانووا نیز به این نویه رفت و سابقه کاریش را همچون معلمه فن خیمیا و بیولوژی در مکتب رقم 1 نویه واسه سر کرد. اما رهبران کمیته کمسمال این نویه یک سخنرانی عدالت رحمانووا در مجلس پدر و مادران در موضوع تربیت معنوی کودکان را شنیده او را سال 1971 به حیث مدیر شعبه مکتب‌ها به کمیته نویوی کمسمال دعوت کردند. عدالت رحمانووا تا سال 1977 6 سال در کمسمال نویه واسه کار کرد و به تدریج کاتب دوم و در نهایت تا به مقام کاتب یکم کمیته نویوی کمسمال رسید. سال 1977 عدالت رحمانووا را برای تحصیل به مکتب عالی KPSS فرستادند و بعد بازگشت او در کمیته نویوی حزب کمونیستی به کار پرداخت. بعدا معاون رئیس کام اجرایی نویه واسه و سپس کاتب کمیته حزب نویه سویت هولو تیمور ملک شد. عدالت رحمانووا سال 1983 1990 کاتب یکم کمیته حزب نویه لنین و از سال 1991 کاتب یکم حزب نویه دنقره بود. سال 1990 عدالت رحمانووا وکیل شورای عالی پارلمان اون وقت تاجیکستان انتخاب شد و محض در پارلمان توسط سخنرانی‌های آتشینش در بین مردم مشهور شد. او آن وقتها طرفدار سرسخت عقیده‌های کمونیستی و مخالف سرسخت ائتلاف حزب اسلامی و دموکراتی بود که قدرت در طول 10 ساله مطلق حزب کمونیستی را به چالش کشیده بودند. این دوره حیات عدالت رحمانووا در تاریخ نقش ضد و نقیضی از خود به جا گذاشت. برخی از او تا حال برای موقع آتش ناپذیرش در آن سالها ستایش میکنند ولی گروه دیگر برعکس بدش میبینند و بر اینند که ما سیاستمداران چون عدالت رحمانووا سببگار به بطلاق جنگ خونین شهروندی فرو رفتن تاجیکستان شدند. بعد پیروزی فرانت خلقی و به قدرت رسیدن حکومت امامعلی رحمان برخلاف انتظارات عدالت رحمانووا در حکومت نو یگان منصب بلند به دست نآورد. یک مدت رهبر شعبه کمبینات قولینبافی در دنقره بود که به شرف او عدالت نامش مانده بودند. بعدا یک مدت معاون وزیر صنعت بود و سوای صنعت سبک را رهبری میکرد. عدالت رحمانووا 4 دختر دارد که سالهای 70 در دوره کارش در کمسمال نویه واسه به دنیا آمدند. در یک مصاحبهش با نشریه نارودنایا گازیتا عدالت رحمانووا نقل کرده بود که با وجود منصب‌های بلند دستش به کار و بار خانه هم میرسید. تعریف نشود ولی به همه کار دستم میرسید، هم به کار دولت هم به تربیت دخترانم. به کار و بار خانه هم سر وقت میرسیدم. خوراک گرم برای شوهرم همیشه تیار بود و کرته‌هایش نیز همیشه سر وقت میشستم و اوتی میکردم. حتی یگان منصب بلند نتوانست پایه‌های محبت او به شوهرش را ضعیف بسازد. هرچند عدالت رحمانووا را به کار ماشین خدمتی میبرد و شوهرش که یک کارگر عادی بود پای پیاده به کار میرفت و می آمد. سالهای آخر زندگیش باشد شوهر عدالت رحمانووا بیمار بستری بود. عدالت رحمانووا آن روزها را چنین به یاد میآورد: بیش از 6 سال من شوهر بیمارم را نگاهبین کردم. همیشه سر و لباسش و تنش تازه و آزاده بود. ما با فرزندان و نبیرگان در سر بستر او نو به دوری تشکیل کرده بودیم و هر چیزی که دلش میخواست به جا میآوردیم. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر، جوان 25 ساله که پیش با ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و جوان 23 ساله ساکن شهر مذکور 20 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 22:30 در بنای مرکزی دلخوشی پنشیر واقع در شهر باختر هنگام نوشیدن مشروبات در حالت مستی به پیشخدمت در افتاده به یگان اساس یکی از آنها به پشت پیشخدمت زده است. این رفتار اوباشانه نام برده را محافظ جوان 28 ساله ساکن نویه کوشانیان دیده صد راه او میگردد، اما او با محافظ دست به گریبان شده با شیشه پاره شکسته یک مرتبه بران پای راست محافظ میزند. در نتیجه جبر دیده به سلامتیش جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کولوب مکتوب دیرکتوری به قیدگیری مال و ملک غیر منقول شهر کولوب وارد شده است که شب 16 به 17 فوریه سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از حدود محله شمس‌الدین شاهین 300 متر سیم خط اینترنت اپتیکی که به قیدگیری مال و ملک غیر منقول
تعلق دارد دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 4800 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 26 ساله ساکن امین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه جامی با عریضه مرد 34 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 28 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 12:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل عاقلخانه‌اش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 8000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 32 ساله ساکن شهر باختر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله یکی در ناحیه سینا، مرد 31 ساله ساکن ناحیه کوشانیان با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه اکتبر سال 2020 با راه فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه اودی 8 ارزشش 300,000 سامانی و $10,000 امریکایی گرفته وعده داده است که مبلغش را برمیگرداند، اما وعدهش را تا حال اجرا نکرده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.